خواب میگه بدترین خواب است. سه خنده هم بدترین خنده است. از خوابهایش که میگه بدترین یکتش همین است، میگه که وقتی در حالت امر به معروف آدم خواب کنه. بدترین خنده هم یک خنده شمیه که در حالت امر به معروف او قطعی یگان برادر صحبت رو خندیده است، اوجا امر معروف است. برای همین این چیزها را برادرای عزیز برای خداتون بدونید. برای چی در مذهب خودمان وقتی میای ملا امر معروف داره تحیه مسجد خواندن اجازت نیست، زیرا میگه امر به معروف واجبه، تحیه مسجد در مذهب ما مستحبه، خونی ثواب نخونی گناهگاری نداره. برای میگه امر واجب قدمتره. الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله. حضرت مولوی خدا رحمت کنه جلال الدین رومی گفت جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه زیعیز است و شرف. آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق نوش. برادر از اینجا کلمه فربه گاو از راه نوشیدن و خوردن فربه می شود، بازاردارا می شود، خریدارش بسیار می شود. لیکن انسان صاحب مرتبه و منزلت از راه گوش می شود. اگر گوش های شما برادرای عزیز گوش کننده باشد انشاءالله شما همون عزت و خیر در میابید. اگر به شرط برادرای نمیجه نفری هست که شاید گوشش طاقت گوش کردن ندارد یا در او خواهش همی گوش کردن نیست، این برادر عزیز در پیشگاه خداوند از زمره بندگان خوب نیست. از زمره بندگان خوب نیست. با یک مصرع ها را من از جنونی میخواندم، یک وقت دورای بگیم در منبر بدم. ما کسی پرسید از سلطان ابرار، شدم در مانده یک امر دشوار. ندانم من سعیدم یا که بدبخت، بهشتیم و یا در عقبه سخت. یک از پیش حضرت اومد، پیامبر که غیب نمیدانست. گفت حضرت امی مرا نمیدانی که من بدبختم یا نیکبخت؟ نمیدانی که من جنت میرم یا مقصد دوزخ؟ برادرها اگر اولی گپ دوامش نگم، چقدر بندگانی بودن که همیشه هوش گوشون ببینین که همیشه هوش گوشون در همین بودن که یکی از زمره بندگانی بدبخت نباشون، یکی عاقبت من به جهنم نبره. یعنی دویم در یاد دین شون بودن برادرها، همیشه در یاد بندگی بودن. یعنی در قلبه هاشون ترس خدا را برادرها پرورش میکرد.